جراحی عجیب صورت آریانا سعید بار دیگر در ترکیه. آریانا سعید چرا میخواهد شکل و شمایلش را تغییر بدهد؟ افشای حقایق و رازهای دوری آریانا سعید از هنر موسیقی معلوم شد. آریانا چرا با حسیب نامزدش درگیر شده است؟ من در این ویدیو پیرامون حقایق همین ماجرا خواهم پرداخت. پس در ادامه با کانال دنیا اینفو باشید. سلام سلامتی نثار هر یک از شما همراهان خوب کانال دنیا اینفو. من مروارید عزیزی هستم. برای حمایت از من علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال دنیا اینفو را از دست ندهید. آریانا سعید یکی از هنرمندان بی‌بدیل در هنر موسیقی افغانستان که وی از سال 2008 تا کنون به طور فشرده به کارهای هنریش می پردازد. علاقمندان و طرفداران آریانا سعید فراوان است. وی اما ساله کنسرت های برای دوستداران و طرفداران صدایش در سرتاسر جهان برگزار می کند و درآمد خیلی خوبی هم دارد. تازه تصاویر آریانا سعید بار دیگر در صفحات مجازی دست به دست می شود که صورتش را جراحی کرده است. آریانا یک سال قبل چشمایش را در انگلستان جراحی کرد ولی مورد نقد شدید علاقمندان و دوستداران صدایش قرار گرفت. تازه آریانا سعید می خواهد چهره خودش را مانند مدلان عربی بسازد و آریانا سعید از جراحی هایش تا کنون برای دوستداران و طرفدارانش ابراز نظر نکرده است. ولی تازه آریانا سعید در محفل ازدواج در سویدن اشتراک کرد. آریانا سعید به همین دلیل مدت می شود کاملا از راه هنر موسیقیش به دور است. ما در انتظار نشر تازه ترین کارهای هنری از این بانوی هنرمند خواهیم بود. عزیزان نهایت ارجمند کانال دنیا اینفو، شما هم نظریات نیکتان را در بخش کامنت با من شریک بسازید. این ویدیو را با علاقمندان و دوستان آریانا سعید به اشتراک بگذارید. اگر تا هنوز عضو کانال دنیا اینفو نشدید، پس برای دوست شدن با این کانال علامت سابسکرایب را فشار دهید تا ویدیوهای دیگر کانال من را از دست ندهید. تا درودی دیگر تمام شما خوبان را به الله منان سپرده موفق و کامیاب باشید.